سلام بینندگان گرامی، برنامه اطلاعاتی امروز است. در آغاز با سرخط خبرها آشنا گردید. دموکراتیای فرمایشی 200 نفر ساکن پایتخت می‌خواهد در نزد سفارت آلمان ضد اپوزیسیون اعتراض برپا کند. همزمان در نزد بینای امانت بانک بازنشستگان تقاضای پرداخت نفقه‌شان را کردند. امام علی رحمان رئیس سود عالی را از مقامش برکنار کرد. وضع شهبال میرزایف سربازی که حین خدمت مجروح شده بود رو به بهبودی نهاده است. کهن سرباز 94 ساله جنگ بزرگ وطنی آرزوی سفر به حج را دارد. گروهی از ساکنان تاجیکستان از شهرداری پایتخت خواستار گذراندن نمایش اعتراضی نزد سفارت آلمان شدند. در بیانیه پهن کردن آنها آمده است که در اعتراض در نظر گرفته زیاد از 200 نفر خواهش اشتراک کردن را دارند. ابتکاران نمایش میگویند که اعتراض آنها ضد گرد همایی که ائتلاف اپوزیسیون روز 14 اپریل در برلین برگزار کردند روانه شده است. همچنین در این درخواستنامه دادجان عطاالله رهبر حرکت وطندار و شراف‌الدین گدایف رهبر تازه انتخاب گروه 24 از جمله سرکردگان گروه ها دانستند که شهروندان تاجیکستان را به گروه های جنگ دولتی اسلامی در سوریه و عراق شامل می کردند. اوید به مقصد و خاراکتر گرد همایی ضد اپوزیسیونی همکاران ما فکری چندی از کارشناسان را ثبت کردند. نه من شنیدم که همین کار شد، لیکن چی میخوان یگان معلومات در اینترنت نیست که چی میخوان. من دیدم آدمی که همونجا اشتراک دیده چون از نزدیک یک بسیار آدم خیلی شناخته تاجیکستان میگه من رفتم پیششون اونا گپ نزدن، یعنی هیچ کس اونا گفتن که ما خطیش که گپ نمیزنه. ما زیدی آن هستیم که برای چی در آلمان دادجان عطاالله و دیگر اکستریمیست ها در نزد تروریست ها و اکستریمیست ها در نزد سفارت تاجیکستان جمع می‌آیند. اینا در مقابل فقط همین که چرا حکومت آلمان سفارت ها مثلا چی نگاه نمی‌کنه. به این معنی صبح امروز دهها ساکن بازنشسته شهر دوشنبه از تأخیر در پرداخت حق بازنشستگیشان اعتراض کردند. سلیم حمیدوف بازنشسته 68 ساله که در نزد ساختمان امانت بانک در خیابان اسماعیل سامانی از تأخیر کاری مسئولین شکایت میکرد، گفت قبلا اول هر ماه نفقهشان را میگرفتند. این ماه از یکم گفتند که پنجم بیاید، بعد دهم گفتند، بعد 15 گفتند، ولی تا حال نفقه را نداده ایستادند. پیشتر ما پیش پرداخت میکردیم و بعدا از اگنتی میگرفتیم، اما فعلا اگنتی توان آن را دارد که به موقع مبلغ گذاری کند و بنابراین ما از پیش پرداخت خودداری کردیم. رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان شیر محمد شاهیان رئیس پیشینی کمیسیون مرکزی انتخابات را به سمت رئیس دادگاه عالی پیشنهاد کرده است. وی در این مقام نصرت الله عبدالله زاده را عوض خواهد کرد که بازنشسته می شود. همزمان عبدالحفیظ اشورزاده معاون اول رئیس دادگاه شهر دوشنبه به سمت معاون اول رئیس دادگاه عالی کشور پیشنهاد شده است. در مجموع طبق پیشنهاد امام علی رحمان 19 تن از رهبران دادگاه‌های قانونی اساسی، دادگاه عالی و دادگاه‌های عالی اقتصادی جمهوری تاجیکستان بازنشسته می‌شوند. نامزد 23 کادر جوان کارآزموده این ساحه‌ها به وظیفه‌های پرمسئولیت پیشنهاد شدند که از آنها 2 نفر برای دادگاه قانونی اساسی، 14 نفر برای دادگاه عالی و 7 نفر برای دادگاه عالی اقتصادی جمهوری تاجیکستان معرفی شدند. اکنون اخبار منطقه و تاجیکستان را در بخش خبری کوتاه پیشکش شما میکنیم. 18 اپریل در شهر دوشنبه جلسه کلوب مباحثه دانشجویان دانشکده‌های عالی در موضوع تحلیل عاقبت‌های پیوستن جمهوری تاجیکستان به اتحادیه اقتصادی اوراسیا برگزار می‌گردد. محمد سعید عبیدالله شهردار دوشنبه به 3 غالبان آزمون بهترین ناظر منطقوی سال 37,000 سامانی مکافات پولی داد.
وکیلان مجلس نمایندگان روز 15 اپریل قرار درباره تشکیل 3 فراکس حزب خلق دموکراتی، حزب اگراری و فراکس گروه وکیلان غیر حزبی را قبول نموده رئیسان آنها را نیز انتخاب کردند. در 3 ماه اول سال روان در ولایت سوخت 170 کارگاه موافق نقشه در سال روان ساخته شونده 28 کارگاه نو به فعالیت شروع نمود که اکثر آنها کارخانه های ساحه صنعتی مصالح ساختمان، خوراکواری، سبک به حساب می روند. طبق قرار رئیس ولایت سوخت بخشیده به تجلیل 25 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان که سال آینده جشن گرفته می شود، در قلمرو ولایت معرکه 500 روز مهنتی ضربدار اعلان گردید. وزارت کارهای خارجی خبر می دهد که امروز 16 تاجیک طبیب مقیمی یمنی با خط سیر دبی دوشنبه شرکت هواپیمای سامان ایر به تاجیکستان برگشتند. برنامه را ادامه می دهیم. شک و شبهه کمیته امنیت شهبال میرزایف سرباز مجروح شده اداره مرزبانی کمیته دولتی امنیتی ملی را وادار کرد که تا روز 15 اپریل از طریق اسکایپ با مرافع دادگاهی در دادگاه نظامی شهر دوشنبه بپیوندد. شهبال در بستر بیماری و هسته‌حال بود، اما در مرافعه شرکت کرده سوال‌های را که از طرف مرافعه از او پرسیدند پاسخ داد. شهبال خسارت مادی و معنوی وارد شده به خود را تاکید کرد و از دادگاه خواست تا مبلغ آن پرداخت شود، چون هنوز هم نیاز به دارو و درمان دارد. به گفته پدر شهبال نعمان میرزایف که برای شرکت در مرافعه دادگاهی از خوجند به دوشنبه آمده بود، اداره نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیتی ملی از آن رو در صحت شدن شهبال شک دارند تا ادامه طبابت وی را ناضرور خواندند. با گفته وی برای رفع این شبهه را قرار شد شهبال توسط اسکایپ برای بار اول در مرافعه پروندهش به خاطر جبران خسارات مادی و معنوی در دادگاه نظامی شهر دوشنبه شرکت کند. حالا شهبال میرزایف در یک از بیمارستان‌های شهر خوجند درمان می شود. اینم مرافعه در من سوال دادن که من تشت خیلی بودی خود چخیر شدی درباره میستونید وقتی که من از زدگی بودم درباره من نخورده میستم همین چیزایی که پیش کتک بودم همین گفته دادم چونی حضوریت پشتم خیلی دستم برداشته نشوندم پوما جموندم. خانواده شهبال میرزایف با دوای پرداخت 97,000 سامانی جبران ضرر مادی و 144,000 سامانی به سرریاست کمیته دولتی امنیتی ملی مراجعت کرده بودند. ظاهرشاه ناظر حقوقدان سرریاست نیروهای مرزبانی در نخستین مرافعه گفته بود که پرداخت ضرر مادی به سرباز مجروح شده را قسما به دوش میگیرند، اما جبران ضرر معنوی به عهده آنها نیست. او در این رابطه گفته بودند که اگر شهبال را دیگر سربازان مجروح کرده باشند چرا باید سرریاست آن را جبران نماید. اما دلشاد جوریف وکیل مدافع خانواده میرزایف بر این است که جبران را باید سرریاست پرداخت کنند چون شهبال را سربازان این نهاد لطوکوب کردند. کریم قربانوف کهن سرباز 94 ساله جنگ بزرگ وطنی از رئیس جمهور امام علی رحمان درخواست یاری کرده تا به زیارت خانه خدا برود. همسلای من هم رفته حج آمدن. من دو تا بچه مردن نتوانستم رفتم. با دخترم در رادگی مردم که بعد میشه بعد نتوانستم. بگم که به حج رو من. اگه مردن هم بچه میگیرم میبرم بمون میبرم. خاطر جانشا انا بقى بعد براندا انا فيك ما بحاج خوشم شغله همه کامل دارم گوخ اونم خیلی تنش خانشی همسلی من بر رفت اومد مناطقی اما کارخانه ما 45 تا بودیم 4 تا مونده همش مردن اومده که مردن. در همین جا برنامه ما به پایان رسید. خدایا رو مددگارتان باد.